علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اما سوال دیگه در رابطه با اینکه یک نفر قسم میخورد اینکه با یک زن ازدواج نمیکند و یا اینکه یک زن قسم میخورد که با فلان مرد ازدواج نمیکند، ولی بعدا با هم اتفاق میکنند و با هم ازدواج میکنند. به طبق شریعت با هم ازدواج میکنند. به طبق شریعت به این معنی که با حضور دو شاهد، با رضایت طرفین، با اذن ولی و با تعیین مهر، یعنی میگن نکاح شریعت، نکاح به طبق شریعت. با هم با اتفاق میکنند و ازدواج میکنند به طبق شریعت. نکاح اینها شرعا درست است. بله، شرعا نکاح اینها درست است، اما در رابطه با آنچه که اینها قسم خوردگی هستند کفاره قسمشان را باید که بدهند و کفاره قسمشان الله عز وجل میفرماید که فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم. یعنی کفاره کسی که قسم میخورد و بعدا خلاف قسمش انجام میدهد، کفاره قسمش 10 نفر از مسکین را طعام دادن است. همون طعامی که شما الله میفرماید که همون اهلتون طعام میدهید، طعام میانه ای که هست همون طعام است، یعنی همون طعام میانه، طعام متوسطی که به اهل خودت میدهید همون 10 نفر از مسکین را طعام میدهید. یا اینکه او کسوتهم، یا که 10 نفر از مسکین را شما لباس میپوشانید، یعنی به اونها لباس میدهید. این است کفاره. یا اینکه او تحریر رقبه، یا اینکه یک نفر از غلام را آزاد میکنید. اگر نیفتد غلام نیفتید فصیام 3 ایام، فصیام 3 ایام، یعنی 3 روز روزه گرفتن است. یعنی کسی اگر استطاعت اینها را نداشته باشد پس 3 روز روزه گرفتن است. الله میفرماید که ذلک کفاره ایمانکم اذا حلفتم، این کفاره اما قسم های شما است زمانی که شما قسم خوردید. پس کفاره قسمی که شخص قسم میخورد بعدا خلاف او انجام میدهد کفاره قسمش همین است. و الله میفرماید که واحفظوا ایمانکم، برای شما قسم هاتون حفاظت بکنید، چیزی که قسم خورید به اون بیستید. و اگر که شما قسمتون، اگر که قسم زده شدید، یعنی که قسمتون شکستید، پس در وقت شما که احکامش همین است که برای شما بیان کرده شده که 10 نفر از مسکین را طعام متوسط دادن است، یا اینکه 10 نفر از مسکین را لباس پوشاندن است، یا اینکه غلام را آزاد کردن است، یا اینکه 3 روز روزه گرفتن است. این است. بارک الله فیکم.